ماکارونی پیروزه نون خوش سوراخه ماکارونی پیروزه نون خوش سوراخه. بله حالا میخوایم ما ببینیم که تقصیر کی بوده، کی برده، کی باخته. میگن این بازی 1-35 بوده، یعنی 35 تا یه تیم گل خورده، یه تیم فقط یه دونه گل خورده. بازی موفقیت آمیزی بود. ما میتونستیم 70 تا گل خورده باشیم. به خاطر نامساعدی زمین و شرایط چیز باعث شد که ما 35 تا بیشتر نتونیم بخوریم. شما از این که گل خوردین راضی هستین؟ بله بیشتر میتونستیم تلاش کنیم، ولی برد خوبی بود. اجازه بدید روشن کنم، این قدم اول به هیچ وجه نمیگه که ایران دارای حق غنیسازیه. در این سند چیزی مبنی بر حق غنیسازی ایران نیست. در این سند چنین آمده که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران موضوعی برای گفتگوهاست و تنها بر اساس توافقنامه اصلی این برنامه میتونه باشه یا نباشه. متن سند کاملا واضحه که برنامه غنیسازی ایران ادامه پیدا خواهد کرد. هر گونه راه حلی شامل برنامه غنیسازی ایران خواهد بود. حق هم توسط معاهده به رسمیت شناخته شده. کشورها در شأنی نیستن که حق شما رو به رسمیت بشن. آقای مجری بسیار بازی فرپلنگی بود، بسیار همه چی خوب بوده. خب اما آقای مجری پس چرا هر وقت که ما گل میزنیم این آقای فامیل دور میخند؟ خوب بکنم خوشحال میشدم. شما خوشحال میشدین وقتی گل میخوردین؟ خب ما بالاخره امتیازی که به دست میاریم یه خورده دو پوست خودمون نمیکنیم جدی، ما یه شادی‌های از خودمون بیرون میدادیم. شما میدونید که الان بازنده این یعنی باختین شما. آقای مجری یعنی ما گلی خوردیم دیگه، هر کی گل بخوره برده. من خودم چند تا خوردم، 31 خوردم، هرچی گل بود من خودم تنهایی خوردم. بخش بسیار مهم اینه که ایران نمیتونه فعالیت راکتور آب سنگین عراق رو ادامه بده و سوختگیری کنه. این موضوع باعث میشه ایران نتونه پلوتونیوم که برای سلاح هسته‌ای کاربرد داره تولید کنه. برنامه آب سنگین ما در عراق ادامه پیدا میکنه با همین وضعیت کنونی. قبول دارین شما باختین؟ نه شما 35 تا گل خوردین. آقای مجری شما خودتون دارین میگی، شما چرا حرف اونا رو میزنید؟ 35 بیشتر یا 1؟ 35. من دیگه حرفی ندارم.